بسم الله و صلات و السلام علی رسول الله. عزیزان، وقت انسان وفات میکند او را نزدیکترین شخصان غسل میدهند، کفن میپوشانند و جنازه میخوانند و گور میکنند. بیاد ببینیم که خلیفه بزرگ امت، فاروق اعظم، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب را کی غسل داده است. در کتاب الفتوح ابن الاعثم کوفی که از علمای شیعه است میگوید که از امام صادق علیه السلام روایت میکند. امام صادق معروف است که از نبیره های حضرت علی هستند. میگویند که علی بن ابی طالب هو الذي غسل عمر. بابای من علی ابن ابی طالب همون شخصی بود که عمر را غسل داد، یعنی که همون مرده را وقتی میشن عمر، یعنی که مرده عمر رضی الله عنه را علی ابن ابی طالب شسته است. میگن که و حنطه و کفنه و وضعه على سریره، تکفین کرد، حنوط را گذاشت، بعد از آن بالای همون سریر گذاشت، یعنی که بالای تخته گذاشت، یعنی که در تابوت گذاشت عمر ابن الخطاب را. بعد اون با مردم روی آورد و گفت ببینید علی ابن ابی طالب، صداقت علی ابن ابی طالب به عمر ابن الخطاب، صداقت صحابی به صحابی، صداقت شاگرد محمد علیه السلام نسبت دیگر شاگرد محمد علیه السلام است. میگه که ایها الناس هذا عمر، ای مردم این عمر است، این عمر ابن خطاب است، دیگر از این دنیا رحلت کرد، به سوی خدای خودش روانه است و این فاروق امت است. ببینید حضرت علی نسبت عمر لقب فاروق اطلاق میکنه و هو الفاروق. بعد گفتن که عمر یک قلعه آهنی مستحکم است، عمر یک رکن شدید است، یک پناهگاه برای مسلمانان است، پروای ملامت کننده را ندارد. عمر بن الخطاب امر و نهی الله تعالی را فهمید و نه از امر خدا پا بیرون نهاد، نه از دستورهای الله تعالی پا بیرون نهاد و نه نهیهای خدای تعالی را مرتکب شد. اون چنانه که خدا فرموده بود به همون شکل عمر بن الخطاب اون را اجرا میکرد. میگه بعد میگه که کأن ملکا یسدده، گویا که یک فرشته بود که عمر را راهنمایی میکرد. این گواهی علی بن ابی طالب نسبت عمر، نسبت داماد خودش است، نسبت خواهر شوهران حسن و حسین است. علی میگه که عمر را گویا فرشته راهنمایی میکرد. مگر از این دید گواهی بالاتر و والاتر میشود؟ بعداً علی بن ابی طالب میگه که کان شفیقا علی المسلمین، یعنی برای مسلمانان خیلی با لطف بود، مهربان بود، شفیق بود. با میگه که شدیدا علی الکافرین، بالی کافر و سختگیر بود عمر بن الخطاب. و کهفا للفقراء والمساکین، یعنی غار پناهگاه برای فقرا و مساکین و بیچاره ها و یتیما و بیوه ها بود که قصه های زیاد ما در سیرت عمر داریم که چگونه از پی این بیچاره های بیوه های بی صاحب و بی خانه ها بود رضی الله تعالی عنه. بعد از اون میگه که عمر خودش گرسنه میشد دیگران رو میخورند، خودش بی لباس میشد دیگران رو میپوشانید. همه این تا حال سخن علی بن ابی طالب است. بعد میگه که کان زاهدا فی الدنیا، در این دنیا علی زاهد بود، راغبا فی الاخره، رغبتی عمر ابن الخطاب به آخرت بود، از دنیا زهد داشت و رغبتش به آخرت بود. بعد میگن که فرحمه الله حیا و میتا، خدا عمر هم در زندگیش رحمت کند و هم در بعد از وفاتش که عمر رو در حال میت بودنش الله تعالی رحمت و مغفرت کند. بعد جمله زیرین و زرین و جمله طلایی علی میگه که همین حالا همین زمانی که عمر با ما هست، من میخواهم پیش الله تعالی روم به مثل همون عملهایی که عمر میکرد. یعنی عمر را افضل ترین مردمی زمان خودش میدونست علی بن ابی طالب، چون که اینجا آرزو دارد که مثل عمر عمل داشته باشد و به همون عملهای خودش در روز قیامت با الله تعالی روبرو شود. گواهی صحابی، گواهی بزرگ به بزرگ مرد، گواهی بزرگ به بزرگ، گواهی صحابی به صحابی، شاگرد پیامبر به شاگرد پیامبر. دیده چه خیلی بین اونا محبت بود.
دیده چه خیلی بین اینها دوستی بود، چه خیلی دیگرشون حرمت میکردن، قدردانی میکردن و در نزد مردم آشکارا بیان میکردن. این چه خیلی گفتم در کتاب ابن الاعثم کوفی شیعی آمده است. خداوند عمر و علی رضی الله عنهما را رحمت کند و ما را زیر پرچم محمد صلی الله علیه و سلم با ابوبکر و عمر و علی و عثمان و دیگر اصحابش سرجم کند. و السلام علیکم و رحمت الله.